سلام خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در ابتدای صحبتم میخوام با یک شعر آغاز کنم. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح زاد. بکنم همه ما این بیت شعر رو خیلی خیلی زیاد شنیدیم. امروز من در کنار راهله جان هستم، معلم یا مربی یوگای من هستن و یک مسئله خیلی خیلی مهمی که شاید همگی ما باهاش در جریان هستیم و میتونم بگم ثانیه به ثانیه حتی صدم ثانیه با ما هستش، تنفس هستش و شاید بیشتر باید بهش توجه بکنیم چون خیلی خیلی اهمیت داره. و من از راهله جان خواهش کردم که با هم یک سری پادکست هایی داشته باشیم که بتونیم اهمیت این تنفس رو به همگی توضیح بدیم و همه شما هم بتونید استفاده بکنید. پیج اینستاگرامی راهله جان هستش yoga.therapy.rahele، میتونید اونجا سر بزنید و اگر بخواید کلاس‌های آنلاین داشته باشید خیلی راحت از هر جای دنیا یا ایران هستی به راحتی میتونید داخل کلاساشون شرکت کنید. راهله جان عزیزم. ممنونم افسانه جان. سلام میکنم خدمت شما و همینطور دوستان و همراهان این پیج. خیلی خوشحالم الان اینجام و منو دعوت کردید به این جلسه و افسانه جان شما خیلی به من لطف دارید واقعا. با افسانه جان یه صحبتی داشتیم در مورد اینکه یک سری مباحثی رو، یه سری پادکست هایی رو در زمینه تنفس داشته باشیم. تنفس یک موضوعی هستش که خیلی ساده به نظر میاد ولی میتونه تأثیرات زیادی روی بدنمون، روی جسممون و ذهنمون داشته باشه و یه کوچولو حتی توجه بهش میتونه تغییرات خیلی خوبی رو توی زندگی ما رقم بزنه. میخوام با یک تجربه شخصی، با یک خاطره در واقع صحبت خودمون رو شروع بکنم. من اولین باری که یوگا کردم، اون جلسه یوگا وقتی که تمام شد برای من خیلی متفاوت بود با بقیه ورزش ها. اثری که گذاشته بود، اون حالی که بعدش من تجربه میکردم، اینا همه خیلی بر متفاوت بود. خیلی کنجکاو شدم که بیشتر در موردش بدونم. یه دوره کلاس یوگا شرکت کردم و دیدم بله این واقعا این حس یه چیز اتفاقی نبوده و اون حس خوب رو من توی بعد اکثر کلاس‌های یوگا تجربه کردم. برای من همیشه چرایی و چگونگی اتفاقها مهمه. در موردش فکر میکنم، در موردش سوال میکنم، سرچ میکنم. خب این سوال تو ذهن من حک شد که چرا این اتفاق میفته بعد یوگا. خیلی وقتا سوالایی که توی ذهن ما میاد خیلی لزوما همون لحظه ما جوابشو پیدا نمی‌کنیم ولی به مرور زمان ممکنه حالا یه سری اتفاقها رقم بخوره حالا که ما با اون جواب مواجه بشیم. سالهای سال من یوگا کار کردم، با حالا فلسفه یوگا آشنا شدم. توی فلسفه یوگا شامل 8 شاخه میشه یا 8 اندام میشه اصطلاحاً، که یکی از این شاخه ها در واقع آسانا یا حرکات بدنی هستش. ما وقتی که از یوگا صحبت میکنیم خیلی از افراد بیشتر حرکات بدنی توی خاطرشون میاد، مثلا تازه حرکات بدنی که کم عجیب غریب هم هست. طرف یا رو سرش وای میسته یا مثلا ممکن 180 بزنه یا رو دستش وایسته، یا هم برای یه عده از افراد تمرینات یوگا مثل مدیتیشنه، یه جا نشستنه یا خوابیدن حتی. خب در صورتی که یوگا شامل 8 مرحله مختلف میشه که یه مرحلهش آسانا یا تمرینات بدنیه، یک مرحلهش تمرینات تنفسیه. میخوام بگم که تمرینات تنفسی چقدر مهمه که ما ممکنه بهش توجه نکنیم و همینطور مدیتیشن اونم مثلا یه مرحله دیگهش میشه که توجه به همه اینها در کنار هم اون اثر رو روی بدن ما داره، روی ذهنمون داره. حالا من میگم تو فلسفه یوگا که خیلی در مورد یوگا، تمرینات تنفسی یا پرانایاما یا چیزهای مختلفش صحبت شده، در مورد اثراتش، در مورد حالا اتفاقهایی که میفته با زبان خودشون. برای من مهم بود که یک در واقع تحقیقی بکنم، ببینم که توی علم جدید آیا تحقیقاتی انجام شده، ببینم که چطور بررسی کردن در واقع کسانی که تمرینات تنفسی رو، تمرینات پرانایاما رو به صورت دقیق پشت هم انجام میدن و چه تأثیری روی بدنشون داره.
توی این تحقیقات من به 2 تا در واقع جنبه رسیدم. یکی روی جنبه‌ای که روی سلامت روان هست، روی سیستم عصبی ما هست، و یکی روی جسم. جسم انسان خیلی پیچیده است واقعا، و همینطور روح انسان، ذهن انسان، و ارتباط این دوتا با هم خب مطمئنا خیلی پیچیده تر میشه و خیلی حتی ممکنه قشنگ تر باشه وقتی که در واقع ریز میشیم توش و میریم در موردش یکم میخونیم. یکی از اثراتی که تمرینات تنفسی داره روی سیستم عصبی خودکار ما هست. ما این سیستم عصبی توی بدنمون داریم که کارهایی که توی بدن باید به صورت خودکار انجام میشه اونو انجام میده. یعنی ما لازم نیستش که مثلا دستور بدیم به معده که غذا توی معده هضم بشه، اون غذا خود به خود هضم میشه. یا من لازم نیست که مثلا فکر کنم که الان قلبم شروع کنه به ضربان، خودش داره به صورت خودکار این کار انجام میشه. سیستم عصبی خودکار ما شامل 2 قسمت هست، سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک. سیستم سمپاتیک سیستمیه که موقع که ما میخوایم فعالیت تند و سریع انجام بدیم فعال میشه. مثلا نبردی داریم، فرار هست، یا مثلا میتونم بگم توی ورزش هوازی این سیستم فعال میشه. در مقابل سیستم پاراسمپاتیک داریم که میاد بدن رو آروم میکنه، بدن رو میبره به حالت آرامش، یا زمانی که ما میخوایم بخوابیم. که من فکر میکنم توی زندگی الان ما این سیستم پاراسمپاتیک خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما همیشه با یک سری تنش ها، با یک سری استرس ها روبرویم و این سیستم باید بتونه خیلی خوب کار خودش رو انجام بده، یعنی که ما بتونیم به اون آرامشه، به اون سکونه برسیم. در واقع سیستم‌های تمرین‌های تنفسی روی این سیستم پاراسمپاتیک اثر میکنه و باعث میشه که ما اون آرامش بیشتری رو تجربه بکنیم. همینطور سیستم‌های تنفسی، تمرین تنفسی رو سیستم هورمونی ما تاثیر میذاره. ما یه هورمون استرس داریم به نام کورتیزول. وقتی که این هورمون لازمه، ببینید در کل یک تعادلی باید تو بدن وجود داشته باشه. ما یک جاهایی لازمه که هورمون کورتیزول ترشح بشه، ولی وقتی که این هورمون بیش از اندازه ترشح میشه و دوزش در بدن ما از یه حدی بالاتر میره، ما دچار استرس میشیم، استرس مزمن میشیم و یه استرس و اضطرابی که همیشه با ما همراه هستش. ولی تمرینات تنفسی میاد روی کاهش هورمون کورتیزول اثر میذاره و در دراز مدت باعث میشه که ما بتونیم استرس و اضطراب خودمون رو کنترل کنیم و کاهشش بدیم. سیستم تنفسی چون که روی سیستم در واقع پاراسمپاتیک اثر میکنه، باعث میشه که ما خوابمون بهتر بشه، خواب با کیفیت تری داشته باشیم. و میدونیم که خواب خب یکی از اجزای مهم هست توی زندگی، لایف استایل. اگه ما خواب درستی نداشته باشیم، بدنمون نتونه ریکاوری بکنه، مطمئنا فعالیت‌های روزمره‌مون هم دچار مشکل میشه. همینطور تمرینات تنفسی تمرکز و توجه ما رو میبره بالا، بازده کاری ما رو میبره بالا، عملکرد شناختیمون رو افزایش میده و همینطور روی احساساتمون میتونه تاثیر بذاره، روی بهبود خلق و خوی ما، روی حتی کاهش نشونه‌های افسردگی، اضطراب و همینطور افزایش خوشحالی، که من به نظرم اینا میگم خیلی فاکتورهای مهمی هستن و واقعا انسان امروزی، حالا مخصوصا ماهایی که تو ایران و با این شرایط زندگی میکنیم، تک تک اینها وقتی که یکم بهتر بشه، ما میتونیم زندگی بهتری رو تجربه بکنیم. تمرین تنفسی روی عملکرد جسم ما هم حتی تاثیر میذارن. عضلات تنفسی رو میتونه قدرتش رو زیاد بکنه. ما یه عضله تنفسی خیلی مهم داریم به نام عضله دیافراگم. اگر دست بزنید زیر در واقع دنده ها، جایی که دنده ها تموم میشه، ما یه عضله داریم حالت گنبدی شکل قرار میگیره به نام دیافراگم. این عضله قفسه سینه و شکم رو از هم جدا میکنه. اگر این عضله به خوبی کار بکنه که تو تنفس‌های عمیق درگیر میشه، خب این عضله قوی میشه و میتونه توی تنفس‌های متفاوت در واقع درگیر بشه. ولی وقتی ما در دراز مدت ازش استفاده نکنیم، این باعث میشه که ضعیف بشه عضله و در مواقعی که لازم هم هست نتونه کار بکنه. ظرفیت ریوی ما افزایش پیدا میکنه با تمرین تنفسی. ببینید ما میزان حجم هوایی که میتونیم وارد ریه بکنیم و در واقع خارج بکنیم بهش میگن ظرفیت ریوی. حالا به صورت خیلی خلاصه بخوام بگم،
وقتی که ما به تنفس‌های کوتاه و سطحی عادت بکنیم، ظرفیت ریوی ما کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که حتی در دراز مدت یه سری بیماری تنفسی بگیریم. برای همین تمرین تنفسی خیلی کمک میکنه به افراد که کم کم ظرفیت ریویشون رو بالا ببرن و این تو بیماران تنفسی خیلی کمک کننده هستش. راله، من یادمه که قبلا با هم دیگه صحبت میکنم، حرف از فکر کنم 2 سال پیش هست که حتی بیمارای کرونایی هم که شما میگفتین، حالا خواهرتون توی اون بخش بودن، گفتین که حالا استفاده‌ای که میکردن، حالا دستگاهایی رو که استفاده میکردن باعث، یعنی جوری عمل میکردن که بتونن شش‌ها رو اینو برگردونن به اون حالت استیبلی که هست، یا نه ظرفیتش رو حالا افزایش بدن که بتونه حالا اون میزان هوایی رو که وارد میکنن بیشتر بشه. دقیقاً. چقدر جالب که همین الان این ماجرا به ذهن خود منم رسید. دقیقاً تو دوره کرونا اگه یادتون باشه، حالا یک سری حالا کاردرمانگرها یا فیزیوتراپ ها یه سری تمرینات تنفسی بود مربوط به بیمارایی که کرونایی که در واقع ریه هاشون درگیر میشد، در واقع که خیلی با همین تنفس و یک سری حرکات بود که مایچه ها قوی بشن. این حرکات کمک میکرد به اون بیمارا که زودتر بتونن ریکاور بشن، زودتر بتونن از اون وضعیت در واقع که ریه‌هاشون درگیر هست در بیان و بتونن ظرفیت ریویشون رو بالا ببرن، از حداکثر توانی که ریه‌شون داره دقیقاً استفاده بکنن. دقیقاً یکی از کاربردش دقیقاً همین هستش. حالا بیماری دیگه هم کاربرد داره ها، ولی خب مطمئناً باید پزشک در واقع دستور بده و تمرین تنفسی ممکنه برای یک فردی که آسم داره با یک فرد معمولی متفاوت باشه. برای همین اینا رو نباید خیلی با هم مثلا تو یک گروه قرار بدیم. همینطور در مورد بهبود عملکرد هم خیلی میتونه، عملکرد بدنی هم، وقتی که مثلا این من بازم برای کسایی که یک مثلا عمل جراحی داشتن و دوره نقاهت رو طی میکنن تا کامل سرحال بشن، تمرین تنفسی حتی توی حرکات بهبود عملکرد حرکتیشون هم تاثیر داشته. یک مورد دیگه هم هستش که در مورد کسایی هستش که حالا ورزش میکنن که میتونه مثلا کسایی که ورزش استقامتی انجام میدن، مثل 2 میدانی، مثل شنا، که توی اینا هم این تمرینات تنفسی میتونه اون ظرفیت تنفسیشون رو ببره بالا و کارهای ورزشیشون رو بهتر بکنه و استقامتشون رو بهتر بکنه. چرا؟ چون باعث بهبود اکسیژن رسانی میشه. اگه بخوایم اون کار اولیه و مهم تنفس رو بگیم، این هستش که اکسیژن رو میرسونه به بدن و دی اکسید کربن رو در واقع خارج میکنه. حتی افرادی که در واقع تنفسشون دچار مشکل هست، تنفس‌های سطحی و کم عمق دارن، حتی اکسیژن رسانی هم تو بدنشون با اختلال انجام میشه. خب و این میگم باز خودش میتونه یه اثرات دیگر داشته باشه. برای همین خیلی مهم هستش که ما به تنفسمون توجه بکنیم. در حالت عادی اگه ما بخوایم به تنفس نگاه بکنیم، ممکن بگیم تنفس داره ارادی غیر ارادی انجام میشه. یعنی ما لازم نیست الان تمرکز کنم که من الان میخوام مثلا تنفس بکنم. خودش مثل همون سیستم هضم، مثل جریان خون داره خود به خود انجام میشه. من لازم نیستش که خیلی میگم روش تمرکز بکنم. این تحت اثر همون سیستم عصبی خودکار که گفتم خودش انجام میشه با توجه به نیاز بدن به در واقع اکسیژن، دی اکسید کربن، میتونه تنفس رو تنظیم بکنه خود بدن و اون تنفسی که ما تو حالت مثلا استراحت، شرایط عادی بدونی که فکر بکنیم تنفسی که انجام میشه در واقع همین تنفس غیر ارادی هستش. ولی نکته جالبش اینه که ما به صورت ارادی هم میتونیم تنفس رو کنترل بکنیم. میتونیم دم، بازدم، اینها رو به صورت ارادی کامل روش کنترل داشته باشیم، تمرکز داشته باشیم و اینها رو انجام بدیم. مثل تنفس هایی که توی ورزش انجام میشه، توی مدیتیشن هست، توی تمرین تنفسی هست، یا مثلا توی یوگا وقتی ما میگیم دم و بازدم رو هماهنگ بکنید با حرکات. اینها تنفس های در واقع ارادی ما هستن. چیزی می‌خواستید بگید؟ آره می‌خواستم بگم ولی گاهن تمرین که بکنیم، چون حالا یوگا توی آسترولوژی هم مربوط هستش به خونه 6 و خونه 6 اصلا داره میگه استپ به استپ باید تو تمرین بکنی، این تمرینات رو برای خودت پرورش بدی تا به اون نقطه حالا اوجی که می‌خواید برسی. و حالا نقطه قطبیتش هم که 12 هستش که شما خیلی قشنگ توضیح دادی که اگر ما تنفس‌های خوبی داشته باشیم، یک جسممون سالم باشه، خب
مسلما خونه 12 ماه که میشه خونه حالا ماهی هم هستش، خواب راحتی خواهیم داشت، رویاهای صادقانه خیلی خوبی هم میبینیم و وقتی که خواب خوبی هم داشته باشیم روز خیلی خوبی رو هم میتونیم آغاز بکنیم. و اینکه وقتی که تمرین میکنیم، ممارست داریم، انگار که از اون ارادیه به اون برمیگردیم دوباره به همون قسمت غیر ارادی ها. یعنی فقط ما تمرین کردیم که اینها رو درستش کنیم، تنفس رو درستش بکنیم به اون نوعی که باید و شاید انجامش بدیم و بعد میبینیم که خب یهویی نگاه میکنیم نه اصلا انگاری من ناخودآگاه هم دارم یعنی تمرینات تنفسی که انجام دادم روی زندگی روزمره هم تاثیر گذاشته. توی زندگی روزمره حتی مثلا نشستم دارم غذا میخورم یا مینویسم یا کار خاصی هم انجام نمیدم، حواسم هم نیست، میبینم که نه اون مرتب داره انجام میشه. دقیقا همینطوره. حالا من میخواستم اینو جلوتر توضیح بدم. ما سیستم تنفسیمون حالا به هر دلیلی که تغییر میکنه و تبدیل میشه به تنفس‌های سطحی کم عمق، با تمرینات میتونیم اونو دوباره برگردونیم. ولی خب تمرینات ممکن طول بکشه، حالا برای هر کسی یه بازه زمانی داره که این خب کاملا طبیعی هست. ولی بعد یه مدتی تنفس ها میره واقعا همون تنفس شکمیه مثلا میشه ناخودآگاه ما. مثلا من الان دیگه لازم نیست فکر کنم تنفسمو شکمی کنم، خب دیگه به صورت ناخودآگاه اون دیفالت تنفس من شده تنفس شکمی. ولی این ممکنه یه بازه زمانی طول بکشه بر اساس حالا میگم اون سبدایی که ما داریم، اون اتفاقهایی که تو زندگی افتاده. و خب شما هم چقدر جالب توضیح دادید. من حالا تو اون موضوعا که خیلی تخصص ندارم ولی خیلی جالب بود هماهنگی این دوتا با هم. در مورد تنفس ارادی من یه چیز بگم. وقتی که ما میگیم مثلا تنفس رو کنترل بکنیم، خیلی فکر میکنن که ما باید نفس رو حبس کنیم. اوکی، حبس کردن نفس هم جزئی از تنفس ارادی هست، ولی یعنی این که ما من بتونم سرعت تنفسمو کنترل کنم. من الان بخوام باید بتونم با سرعت بسیار کم تنفس بکنم، با سرعت بسیار زیاد تنفس بکنم، عمق تنفسم بتونم کم و زیاد بکنم، تنفس‌های بسیار عمیق داشته باشم، تنفس‌های همینطور سطحی داشته باشم، الگوی تنفسی رو بتونم تغییر بدم. به اینها میگن در واقع کنترل و این میشه کنترل آگاهانه. پس تفاوت حالا این دوتا تنفس، یکی توی اون قدرت کنترلی هست که ما داریم و تو موقعیت‌های مختلفی که داره انجام میشه. ولی بعد از این مدتی همونطور که شما گفتید تنفس درست میتونه تو حالت غیر ارادی هم انجام بشه. خب من در مورد یه تنفس شکمی و سینه‌ای حالا در خلال صحبتام کم و بیش صحبت کردم. خواستم الان همین حالتی که حالا نشستیم داریم حالا این پادکست رو گوش میدید یا هر حالتی که هستید، یه تست تنفسی از خودتون بگیرید بدون اینکه بخواید کنترلش بکنید و امتحان کنید ببینید که تنفس شما چطوره. خب یه دست رو میخوام بذارید روی قفسه سینه و یه دست روی شکم. میتونید چشماتون رو ببندید که تمرکز بیشتری داشته باشید روی تنفس ها. به صورت عادی نفس بکشید، یعنی نمیخوایم الان ما اینجا تمرین تنفسی انجام بدیم. به صورت عادی نفس بکشید و ببینید که آیا قفسه سینه هست که داره تکون میخوره، شکم هست که داره تکون میخوره، یا هر دوتا. برای شما چطور بود افسانه جان؟ برای من فکر کنم هر دوتا هستش. اوکی. ببینید معمولا برای خیلی‌ها ممکن قفسه سینه تکون بخوره. خب طبیعیه، یعنی طبیعی که منظورم الان در سبک زندگی ماها معمولا همه همین رو دارن. من معمولا جلسه اولی که میخوام با بچه‌ها شروع بکنم بهشون میگم که بچه‌ها این تست رو از خودتون بگیرید تا ببینید که الان کجا ایستادید و تغییرات رو متوجه بشید. واقعا بالای 85% فکر کنم 90% بچه‌ها تنفس سینه‌ای دارن. ولی مثلا من الان تنفسم شکمی بود کامل بعد مدت‌ها. میگم این دیگه مدت‌ها باید اتفاق بیفته تا این تغییر تو ناخودآگاهمون بره. تنفس سینه‌ای تنفسی هست که همونجور که الان حالا خیلیاتون ممکن امتحان کرده باشید، قفسه سینه، عضلات سینه‌ای درگیر میشن، قسمت بالای شش‌ها درگیر میشن،
تنفسمون کوتاه هست و کم عمق هستش. تنفس سینه‌ای باعث میشه که هورمون کورتیزول، همون هورمون استرس، تو بدن ما سطحش بره بالا. خب از طرفی خود کورتیزول هم باعث میشه تنفس ما سینه‌ای بشه. یعنی این دوتا حالت رفت و برگشتی روی هم تاثیر میذارن. در نتیجه ما عمق تنفسمون میاد پایین، تنفس کوتاه کوتاه داریم. خب و خودش باعث میشه که استرسمون بره بالا. حالا فکر کنید که ما در دراز مدت این تنفس رو همیشه با خودمون داریم، همیشه همراه خودمون داریم این تنفس رو انجام میدیم. این میتونه باعث استرس مزمن بشه و همینطور مشکلات تنفسی ایجاد بکنه، یا حتی مثلا گرفتگی عضلانی ما ممکنه داشته باشیم، مثلا تو ناحیه گردن یا مثلا قسمت بالایی در واقع سرشونه و این حرفا. و از طرفی اگر تنفس شکمی رو در نظر بگیریم، حالا شکمی یا دیافراگمی با هم یه تفاوت جزئی دارن، ولی حالت کلیشو ما یک اسم میگیم براش که اگه کسی شنید بدونه که تقریبا این دوتا یه مدل تنفس هستن. چرا بهش میگن تنفس دیافراگمی؟ چون عضله دیافراگم خب شش کامل پر هوا میشه، فشار میاره به دیافراگم میاد پایین و باعث میشه که شکم بیاد جلو. خب این عضله دیافراگم رو کامل درگیر میکنه، خب و باعث میشه که ما از کل ظرفیت ریه‌مون استفاده بکنیم. ظرفیت ریه میره بالا، عمق تنفس میره بالا، باعث افزایش اکسیژن رسانی میشه به بدن، استرسمون رو کاهش میده، اضطرابمون رو کاهش میده و خب عضلات تنفسی که مهمترینش همون دیافراگم بود خیلی عملکردش بهتر میشه. اگه دقتم بکنیم توی نوزادا، حالا حتما اطرافتون یه نوزاد بوده که بهش مثلا دقت بکنید، تنفسشون شکمیه. یعنی ما در ابتدایی که به دنیا میایم تنفسامون شکمیه. عضله دیافراگم خیلی قویه، در مقابلش عضلات قفسه سینه و اینا ضعیفن و برای اینکه به اکسیژن زیادی نیاز داره نوزاد، تنفس دیافراگمی توی نوزاد انجام میشه یا همون تنفس شکم، کامل شکمش پر هوا میشه و خالی میشه. ولی وقتی که ما یکم بزرگتر میشیم، مخصوصا توی سن بلوغ، این اتفاق میفته، یعنی شیفت میشه تنفس دیافراگمی یا شکمی به تنفس سینه‌ای. همینطور توی سبک زندگی ما که ساعت زیادی از روز بی تحرکیم، پشت میز میشینیم یا رو مبل میدیم، اینا همه هم باعث این میشه که پاسچر بدنی ما به هم بخوره یا حالت مثلا گوش پشتی و اینا رو داشته باشیم و همین ظرفیت تنفسیمون رو کاهش میده و همین که تنفس هامون رو میاد سطحی و کم عمق میکنه، تنفس در واقع سینه‌ای توی ما در واقع تبدیل میشه. این روندی هست که معمولا تو اکثر افرادی که تو این دور زمانه دارن زندگی میکنن اتفاق میفته. حالا ما باید آگاهانه دوباره توجه بکنیم، تمرین بکنیم تا بتونیم اون سیستم رو برگردونیم. خب که همچین غیر ممکنه هم نیست، با تمرین مثل یک مهارت دیگه کاملا به دست میاد. و یه نکته جالب دیگه هم که میخواستم بگم، در اجداد ما که مثلا میلیون ها سال پیش زندگی میکردن، اون دوره بیشتر مد نظرمه که شکارچی گردآورنده بودن. خب ببینید اینا مجبور بودن در طول روز فعالیت بدنی زیادی داشته باشن. خب حدس زده میشه که اینا توده عضلانی زیادی داشتن. خب برای اینکه به این توده عضلانی اکسیژن به اندازه کافی برسه، بازم اینا حدس زده میشه که تنفس غالبشون تنفس شکمی بوده، تنفس دیافراگمی بوده. ولی توی یک مواقعی مثل مواقعی که اینا در جنگ و گریز بودن، مثلا می‌خواستن یه حیوان رو شکار بکنن یا نیاز بوده که خیلی سریع بدوئن، تنفس میشده سینه‌ای که تنفس‌ها کم عمق میشده، پشت هم انجام میشده و از اون ورم هورمون استرس ترشح میشده که اینا بتونن سریعتر بدوئن تا بتونن جون خودشون رو نجات بدن. خب یعنی میخوام بگم که اون تنفس هم در جای خودش لازمه، ولی وقتی که یک چیز غالب میشه توی زندگی ما، سبک زندگی رو کلا به هم میریزه و باعث ایجاد ممکنه خیلی از بیماری ها بشه. ولی فکر کنید که ما حالا در طول تکامل میخوام بگم که یعنی تنفس سینه‌ای برای جنگ بوده، برای دعوا بوده، برای فرار بوده، زمانی که هورمون کورتیزول میره بالا
ولی در قالب موارد اون تنفس قالب تنفس شکمی بوده. خب که الان ما ممکنه برعکس شده، ما ممکنه اون موقعیت فرار رو خیلی الان نداشته باشیم، تو اون همچین موقعیت قرار نگیریم، ولی این در واقع اون هورمون استرس دائم داره بعد تو بدن ما ترشح میشه، استرس های مزمن داریم، عضلات خیلی از دردهای عضلانی که حتی ما الان داریم سایکوسوماتیک هست، یعنی ممکنه اثر در واقع ذهن باشه روی بدن، روی اون ماهیچه، و اینا همه خیلی خیلی به هم ربط داره. یعنی ما ممکنه بتونیم با تغییر سیستم تنفسیمون، با تمرینای تنفسی که ممکنه به ظاهر خیلی ساده بیان ولی منظم، اگه اینا رو انجام بدیم کلاً کیفیت زندگیمون رو ببریم بالا. آره، یعنی واقعا اون سبک زندگی خیلی مهمه که چطوری میتونیم حالا استفاده کنیم. راهله جان، میخواستم اون مبحث اون قضیه رو هم که به من حالا میگم اونم قبلا صحبتش کردیم، این که میزان نفسهای ما هستش که داره طول عمرمون رو بیان میکنه که من چقدر حالا نفسم میتونه عمیق باشه و سطحی نباشه و میتونه حالا عمر من بر اساس میزان نفسهایی که من میکشم هستش، نه بر اساس سالهایی که میگذرونم. آره، این حالا میگم اون مباحثی هستش که توی فلسفه یوگا است. تو فلسفه یوگا اعتقادشون بر اینه که من مثلا راحله با تعداد نفس هام شناخته میشم، یعنی من تو این دنیا اومدم که یه تعداد مشخص نفس داشته باشم. خب حالا من این تعداد نفس رو میتونم تو 30 سال تموم بکنم، خب، یا تو 50 سال. وقتی که عمق تنفس رو زیادتر بکنم میتونم طول زندگی خودم رو بیشتر بکنم. حالا ما یه چیزی هم تو فرهنگ ایرانی داریم دیگه، میگن که پیمونه عمرش تر اومد، تعداد نفسهاش تموم باید میشد، یعنی دیگه باید همین تعداد نفس رو باید میداشت این فرد. یه همچین چیزهایی رو ما هم توی فرهنگمون داریم. این میگم توی فلسفه یوگا یه همچین چیزی بهش معتقدن که به نظر من چیز جالبیه. حالا توی یوگی ها و شمنیست ها اونا هم همینطور میبینیم که عمرای خیلی طولانی دارن، یعنی شاید مثلا از منظر سنی نگاه میکنیم همه 90 100، حتی مثلا من دیدم یوگی که حتی به 105 110 هم رسیده و واقعا نشون میده که چقدر تنفس کشیدن، اونم تنفس درست، میتونه تاثیرگذار باشه. مبحثمون تموم شد. آره، من مطالبی که حالا در نظر گرفته بودم تقریبا تموم شد و حالا یه چیزی که شما گفتید، میدونید حالا علاوه بر این که آدم عمر طولانی داشته باشه، به نظر من سالم بودن هم مهمه. یعنی اینکه اوکی من ممکنه مثلا 100 ساله بشم ولی یه آدمی باشم افتاده باشم، مثلا از 80 سالگی به این ور دیگه نتونم کار خودم رو انجام بدم. خیلی خیلی مهمه که ما بتونیم حالا انشالله که عمر زیاد داشته باشیم و سالم باشیم. دقیقاً. و اینکه حالا خود این یعنی میگن محتاج کسی نشیم. آره دقیقاً همینطوره. خیلی ممنون اینکه برای ما شما بنویسید که سوالاتون چیه از مبحث حالا تنفسی. توی پادکست های بعدی تنفس های دیگه هم وارد میکنیم. خب ما سر کلاس تنفس های متفاوتی رو داریم. تنفس های بعدی رو حالا شروع میکنیم، بعد تمرین میدیم، میگیم که خب این تمرین رو انجام بدیم و بازخوردهای خودتون رو بنویسین، چون هر چقدر شما به اشتراک میذارید اون اتفاقاتی که براتون افتاده میتونه دیگران رو هم ترغیب بکنه. و جالبش اینه که ما امشب هم پلوتو توی آکوا داریم، خیلی خوب هستش، یعنی اون خرد جمعی، شور جمعی ما همگی داره افزایش پیدا میکنه که واقعا پلوتو یکی از مباحثش اینه که در مورد محیط زیست، اینکه ما چقدر سلامت زندگی میکنیم، حالا فرای از اون که در مورد فناوری و اینها صحبت میکنه، ولی خب یکی از مباحث مهمش اینه که خب مبحث سلامتی هستش و من هم میتونم بگم سلامتی خرد جمعی، سلامتی همگی ما هستش که چطوری میتونیم غذا بخوریم، چطوری تنفس کنیم. و خود پلوتو نشانه توی نشان آکواریوس که وارد شده نشانی هستش که اصلا نشان هوا هستش. پس یاد بگیریم که اصلا امروز به نظرم خیلی، حالا من احتمالاً این پادکستی رو که داریم میگیریم امروز 3 شنبه هستش ولی 5 شنبه میذارم، با خودمون عهد ببندیم که همین تمرین کوچیکیه که راحله جان گفتن رو شروع کنیم و ما سعی میکنیم شاید 2 هفته یک بار یا ماهی یک بارم پادکست داشته باشیم، میتونه خیلی 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 کمک کننده باشه. ممنون راحله جان، بسیار بسیار
کمک کردیم به ما. خیلی خیلی متشکرم و امیدوارم که توی پادکست های بعدی ببینمتون. نامسته. مرسی عزیزم، ممنونم از شما. حالا انشالله که زودتر همدیگر رو ببینیم. نامسته.